اینا اول تاخیر به یعنی تکلیفا و بهمیر رنج و یعنی زحمت و پایلش و سرلش و تکلیفا و رنج زحمت دیدگیش علم بهمیر زحمتش یعنی علم قربانی برای خدا بکنه یعنی مسئولیت از طرف کلانه کی تنش دست اینا بکنه ولیش کلش دادیم ان شاء الله بهمیر چند روزه اونا خدا حساب دادو گفت که علم ما ولایت ولایت ما اولا میکنیم شاید که دمای آخری اولی ما از وزارت بیاید باز که همه هر کسی به بخش خودش ماشایش دیگه نمی به حساب تذکره می اینا گفت به حساب اجاقا گفت امی هر خودش چند دانه هزار داره علی استخبارات از 5 دانه هزار دیگه داره مدیر چیات او خودش پایین مدیر چیات هم 5 دانه هزار داره مجبور یه نمی کم در کم 200 نفر 300 نفر به حساب محمولی تجربه کاره و دیگه خدمت میکنه خدمت جنگ خلاصی یه نمی خدمت است که در ملت ما و شما بکنیم یه نمی امانت بود و دوم هر کسی که در وظیفه خود است یک به دیگر در وظیفهش کسی مداخله نکنه امی کسی مداخله کرد مرا در جرم گذاره ما کلانه خودم میگویم که برادر یه نمی رقم است استیراد حق نداره لیکن این صلاح داره در کار خود کوشش کنه دیگه نفر حق نداره که در کارش مداخله کنه در استخبارات در کارش کسی حق نداره که مداخله کنه لیکن پرسان کنه سیاتی اماس میره و یک دواخانه را دوایش میسوزنه مامین صاحب میگه که را نسوزن این تاسیس است یا ما ولسوال است که ما میگم که چرا حکمت را کردیم و در کارش مداخله کردیم تو کمیسیون هستی قماندان امروز به حساب حملیاتی مکمل ولسوالی تصرف نظام در دست خودت است وقتی در کاری تو ما مداخله نکنیم چرا در کاری تو مداخله کنیم یا در کاری معرف مداخله کنیم یا در دیگه مرجع ما مداخله کنیم لیکن مداخله امامی است که اینا ما رو به جرم میپرته ما مکمل اینا میره برش میگو که اینا میره کم شود هر کس به لین خود متکار کنه کلی برادر اینا ما خواهش میکنیم او دوم اینا می بود که ما مردم 4 حوزه را به گردن گرفت 4 حوزه را گرفت حوزه را گفت که 10 نفری بگیریم ما برش گفتیم که همین 4 حوزه در ولسوالی ما نمیشود در ولایت گفت 600 نفر بکار است ما قد وزارت گفت دادیم او گفت احمد الله کتا گفت